بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دوستان عزیز، درسی تجوید را از کتاب تجوید نوین دوام دهیم. موضوعی که ما قرار داریم این باب مد هاست و امروز میگذاریم به مد صله. حرف مد صله این ضمیر همه باشد. ایضاح: این حرف در کلمه جاینشینی یعنی ضمیر شخصی سیومی جنس مردانه ای مفرد می باشد که با حرکت های ضمه و کسره می آید. این جاینشین هیچگاه با حرکت فتحه نمی آید. تعریف مد صله: اگر ضمیر ح در کلمه بین دو حرف حرکت دار آید، در این صورت مد صله می شود. مد صله به دو قسم تقسیم می شود. یکم مد صله کبرا یعنی کلان، دویم مد صله صغرا یعنی میده. حاضر تعریف هر یکی آن را می بینیم. مد صله کبرا: تعریف: اگر ح ضمیر بین دو حرف حرکت دار آید و دویمش حمزه باشد، در این صورت مد صله کبرا می شود و مقداری 4 یا 5 حرکت کشیده خوانده می شود. ببینید دوستان، مثال ها رو می بینیم. در اینجا ما له اخلده، بعد از ضمیر، بعد از ح ضمیر حمزه آمد. در اینجا به مقداری 4 یا 5 حرکت کشیده خواندنش جایز است. ما له اخلده. و در اینجا نیز دوستان بعد از ح ضمیر حمزه آمد. 4 یا 5 حرکت میکشیم. الی طعامه انا. و میگذاریم به مد صله صغرا. تعریف: اگر ح ضمیر بین دو حرف با حرکت آید و دویمش حمزه نباشد، یعنی حرفی که بعد از ح ضمیر می آید حمزه نباشد، در این صورت مد صله صغرا می شود و مقداری 2 حرکت کشیده خوانده می شود. مثال های مد صله صغرا: مثال با ضمه: انه علی. ببینید دوستان، در اینجا بعد از ح ضمیر حرف عین آمد، یعنی حمزه نه آمد، دیگر حرف آمد. به این سبب این مد را 2 حرکت میکشیم. انه علی. مثال با کسره: رجعه لقادر. ببینید دوستان، بعد از ح ضمیر حمزه نه آمد، در اینجا نیز 2 حرکت کشیده می شود. رجعه لقادر. دوام دهم علامت های قرآنی مد صله کبرا. یکم بعد از ضمیر ح حمزه می آید. دوم بعد از ضمیر ح حرف واو میده در حالت با ضمه بودن و حرف ی میده در حالت با کسره بودن با خط ناهموار می آید. ببینید دوستان، بعد از ح ضمیر واو میده با خط ناهموار آمد، 4 حرکت میکشیم. در اینجا مثال با کسره: بعد از ح ضمیر ی میده آمد با خط ناهموار، 4 حرکت میکشیم. و علامت های قرآنی مد صله صغرا: یکم بعد از ضمیر ح حمزه نمی آید. دوم بعد از ضمیر ح حرف واو میده در حالت با ضمه بودن و حرف ی میده در حالت با کسره بودن به خط ناهموار می آید. ببینید دوستان، واو میده و ی میده آمده است و در بالایش خط ناهموار نیست. ببینید مثال ها را. ببینید در حالت با ضمه بودن بعد از ح ضمیر واو میده آمد به خط ناهموار و مثال با کسره بعد از ح ضمیر ی میده آمد به خط ناهموار. خلاصه دوستان، در وقت خواندن قرآن اگر دیدید که بعد از حرف ح ضمیر واو میده آمد یا ی میده آمد و در بالایش خط ناهموار نیست، به 2 حرکت میکشید. انه علی. و اگر دیدید که بعد از ح ضمیر حرف واو میده و حرف ی میده با خط ناهموار آمد، پس در این حالت 4 یا 5 حرکت میکشید. ما له اخلده.
این از فرق بین مد سیله کبرا و صغرا. دوام میدهیم. سپارش: در آیات‌های زیر مثال‌های مد سیله را یابید. بسم الله الرحمن الرحیم فسنيسره للعسرى. فسنيسره للعسرى. ببینید دوستان، در اینجا حی ضمیر آمد، بعد از حی ضمیر همزه نیست، مد سیله صغرا می شود، به مقدار 2 حرکت می کشیم و اینجا علامت قرآنیش واوی میده به خط ناهموار آمد. دوام می دهیم. وما یغنی عنه ماله اذا تردى. ببینید دوستان، ماله بعد از حی ضمیر همزه آمد، در اینجا مد سیله کبرا شد و علامت قرآنیش واوی میده با خط ناهموار آمد. دوام میدهیم. این علینا للهدى و این لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. ببینید دوستان، در اینجا نیز ماله یتزکا، بعد از حی ضمیر حرف یا آمد، یعنی همزه نآمد، مد سیله صغرا است، به مقدار 2 حرکت میکشیم و علامت قرآنیش بعد از حرف حی ضمیر واوی میده به خط ناهموار آمد. دوام میدهیم. وما لأحد عنده من نعمة تجزى. در اینجا نیز عنده مد سیله صغرا است، بعد از حی ضمیر حرف میم آمد، یعنی همزه نآمد و علامت قرآنیش این است که حرف واو به خط ناهموار آمد. دوام میدهیم. إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. دوستان این آیات را نظر کنید. إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. وجهی، ببینید در اینجا مد سیله نیست، علامتش چیست؟ بعد از ها واوی میده و یای میده نآمد، چون در کلمه وجه این هایی که میبینید این ضمیر نیست، بلکه این حرف از حرفهای این کلمه است و علامتش این است که بعد از ها واوی میده و یای میده نآمده است. خلاصه دوستان، از همه راهی آسانترش فرق کردن در قرآن این است که وقتی که شما میبینید بعد از حی ضمیر واوی میده آمد یا که یای میده آمد، آن را به 2 حرکت میکشید و وقتی میبینید که بعد از حی ضمیر واوی میده با خط ناهموار و یای میده با خط ناهموار آمد، به مقدار 4 یا 5 حرکت میکشید و اگر دیدید که بعد از حرف ها واوی میده و یای میده نآمده است، پس در اینجا دوستان مد کرده نمی شود. مثال إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. ببینید بعد از کلمه وجه و ربه ما مد نکردیم، چون در اینجا مد سیله نیست. سوال ها برای سنجش: 1. حرف مد سیله کدام هست؟ 2. مد سیله به چند قسم تقسیم می شود؟ 3. مد سیله کبرا و صغرا را شرح دهید. 4. علامت های قرآنی مد سیله کبرا و صغرا کدام هایند؟ وظیفه خانگی: سوره بلد را نوشته همه قاعده های گذشته را یافته علامت گذاری نمایید. این بود پایان موضوع امروزه. سبحانك اللهم و بحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.